شرط اول اینه که الگوده واجد همه فضائل باشه، دو رذائل هم درش وجود نداشته باشه. این بچه ها اون الگو پذیر دقت کردید تمام این ریز و درشت کارهای ما رو ببین حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه برای حسنه که مریض بودن نذر کرد. درست کرده؟ این نذر شروعش از حضرت زهرا بود. چرا؟ کار ایجابی دیگه. اگر بچه ها سالم باشن من 3 روز برای بچه ها چا کنم؟ پدر این خونم همین بچه ها داره میده دیگه. حسن هم گفت منم 3 روز روزه میگیرم، حسین هم 3 روز روزه میگیرم، فزده کنیز هم گفت من 3 روز روزه میگیرم. این میشه چی؟ الگو که پدر و مادر دلسوزن برای سلامتی بچه حاضر نست. بعد و یطعمون الطعام علی حبه. وقتی روز اول مسکین اومد در زد این مادر گفت من افطار خودم رو میدم، پدر گفت میدم، بچه کوچیکم گفت ما میدیم. اگر پدر و مادر اهل ایثار نبودن، بله حسن و حسین هم اهل ایثار نمیشدن. یاد که چه عرض کردم؟ این میگید ایثار معمولی خوبیه، اما بچه ها ایثار رو از کی باید یاد بگیرن؟ از پدر و مادر. و حضرت زهرا علیها السلام این ایثار عملی رو نشون داد به بچه ها، درس گرفت.